این هفته خبر تو خبر داره براتون از نظام آشولاش ولایت و آخوند رئیسی که میخواد این اختلافات رو ماسمالی کنه. ما در این دوره انشالله علیرغم هر حرفی باشه تصمیم جدیمونه که گرفتار حاشیه نشیم. این چیزیست که کشور و مردم و آقا رو رنج داده. هر چی شد به جان میخریم، هر چه حرف نادرست هم بود جان میخریم، ولی قطعا خواهید دید که ما این قضیه رو به هیچ تریبونی نخواهیم کشوند. ما این قضیه رو حسرتش رو به دل کسانی که بدخواهند نسبت به این دولت و این مجلس و این اوضاع و احوال خواهیم گذاشت. اما هنوز حرفای آخوند رئیسی تموم نشده بود که از سمت استبل ولایت یه لگد حواله فیسش شد. امروز حرکت دولت مثل حرکت کسی است که روی تردمیل می‌دود، مسافتی طی نمی‌شود. امروز نقطه الف و ب شما کجاست که ما ارزیابی کنیم پیشرفتی در امور اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ آخوند رئیسی میخواست همنوازی اقتدار و اتحاد اجرا کنه، اما فشار بحران ها بهش مجال نداد. از اونجایی که همه این بدبختی ها رو سر عظما خراب میشه، یکی از کارهای ثابت پاسدارا باد کردن بادکنک ولایته. و پس از امام راحل عظیم الشأن امروز قریب 35 سال است سفینه نجات امت را در دستان جانباز خیش گرفته است. به قوت این جانباز سرافراز تاریخ اسلام، نائب امام عصر حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای. البته این فیگورا فایده ای نداره. 2 قدم بعد یه چنین صحنه‌ای در انتظارشونه. حالا درست توی این بحبوحه این اعتراف بوفالوی ولایت رو بشنوید که میگه طرفدارای نظام 0.1% بیشتر نیستن. یعنی دیندار چقدر کمه؟ دیندان اونقدر کمه که در مقابل 120,000 بیدین 120 تا دیندار پیدا میشه. اینا فقط دین دارن. وضعیت جمعه بازارای خامنه‌ای هم به قدری کساد شده که امام جمعه هاش مجبور شدن اینطوری مقر بیان. امروز خیلی سر و صدا بیشتره، خیلی آقایون دارن کمتر حرف میزنن، خانم‌ها خیلی دارن حرف میزنن. قاعدتاً حرف ما گوش نمی‌کنن که صحبت نکنن. خواهرای محترم، برادران عزیز، اما آهسته تر صحبت کنید، چون اگه بگیم صحبت نکنید شاید فایده نداره. ولی امروز دیگه مثل اینکه عجیب و غریب تره، احتمالاً گرما زیاد بوده، هوا هم شرجی بوده زیاد، کولرای آبی هم داد نمیداده، هیچ جا خونکش مثل مصلا نیست. گفتم بریم اونجا و هم دیدنی میکنیم و هم حرف میزنیم. خب انشالله بیشتر سکوت رعایت کنید، آهسته تر حرف بزنید، هم خواهرها هم برادرها. خلاصه این که خودشون هم قبول دارن که نظامشون داره وا میره. ببینید کار به کجا کشیده که مداحان حکومتی کاسه گدایی دستشون گرفتن و اینطوری برای پر کردن مجالس حکومتی التماس میکنن. مبادا سالی از عمرتون بگذره، از مالتون، از پولتون برای عزای ابا عبدالله مبلغی رو کنار نگذاشته باشید. ما نیاز داریم. امام صادق فرمود که والله کافر است کسی فکر بکنه به چیزی در نزد شما ما اهل بیت احتیاج داریم. و شما نیاز دارید، شما نیاز دارید به اینی که پولتون رو متبرک کنید به عزای ابا عبدالله علیه السلام. حالا پول میخوان تا تو مجالسشون چی بگن؟ یه نمونه رو ملاحظه کنید. تو این جنگلر، تو این وقت تنگ، پاشو کاری کن با فتنه به جنگ، تو فضای مجازی رفیق
نده وقت تو بی خود هدر تو فضای مجازی رسید نده وقت تو بی خود هدر بگو از مکتب کربلا یه ثواب جهادی ببر. البته مردمم حواسشون جمعه و میدونن چطوری تو همین مجالس با آخوندا تصفیه حساب کنن. عظما برای در بردن خودش و نوچه‌هاش خیلی جون میکنه، اما یکی یکی دارن از قایق درب و داغون نظام میفتن تو آب. مشنگستان این هفته رو با یکی دیگه از قمپوزهای تیویریش در رابطه با پرتاب ماهواره شروع میکنیم. بنابر اعلام روابط عمومی سازمان فضایی ایران، ماهواره خیام یک ماهواره سنجش از دور و متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. تمامی فرامین مربوط به کنترل و بهره برداری از این ماهواره از روز اول و بلافاصله پس از پرتاب توسط کارشناسان ایرانی مستقر در پایگاه‌های فضایی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خاک جمهوری اسلامی ایران انجام و صادر خواهد شد. رئیس جمهور با اشاره به در مدار قرار گرفتن ماهواره خیام گفت دریافت پیام و کنترل مداده به دست متخصصان ایرانی افتخارآمیز و اقتدارآفرین است. این شما و این هم تصویری از سیستم هدایت همون ماهواره‌ای که پرتابش کردن. این هم از پست اینستاگرامی سفیر روسیه در ایران که نوشته ماهواره ساخت روسیه است. یکی نیست به این آخوندا بگه شما جای زعفرون براده آهن تحویل مردم ندید، پرتاب ماهواره به فضا باشه طلبتون. داخلش براده آهن میریزن که سنگین‌تر شه مسخالش. حالا ما با آهنربای قوی که داریم اینو از لای زعفرون میکشیم بیرون. بسته‌بندی هم کاملا پلمپه. براده آهن داخل زعفرون میریزن سنگین شه به 1 گرم برسه و بفروشن خدا تومن. اینم براده‌های آهن میچسبه بهش، اصلا میره تو معدمون. خوبه یه یادی هم بکنیم از این خالی باف که تا دلتون بخواد از این خالیا میبنده. ما یک خیزش هستیم برای جلوگیری از فقیرتر شدن مردم. ما یک خیزش هستیم که بیش از این مردم ما رو تحقیر نکنه. قرار بود برای جلوگیری از فقیر شدن مردم خیزش کنه، اما برای سیسمونی نوش خیزش کرد. این هم تصویری از آقازاده ها که میگن ما روی پای خودمون به موفقیت رسیدیم. این مشنگی که ملاحظه میکنید معاون آخوند رئیسیه. ببینید چه اراجیفی به هم میبافه. 50 تا اگر اشتباه نکنم 50 یا 54 تا فرودگاه داریم در کشور. آلمان 5 تا فرودگاه داره. تقریبا همه اینها فرودگاه‌های بین‌المللی هستن. این یکی هم رئیس هواشناسی آخونداست که سوتیاش صدای مجری تیویریش رو هم در میاره. شاید 1 ماه نمیگذره که در اروپا رخداد پدیده حدی افزایش دمای قابل ملاحظه باعث از بین رفتن شاید صدها هزار نفر شد.
این دقیقاً معنیش این هست که حداقل بخشی از معنیش این هست که پیشبینی خیلی درستی ندادن. بخشیش هم شاید مردم در معرض اون در واقع افزایش هزار چی؟ هزاران نفر. ده ها هزار نفر. بله اشتباه گفتم، صدها هزار. ده ها هزار نفر. هزاران نفر در واقع، صدها نفر به رحمت خدا رفتن به خاطر گرم. نه خیر، تا 1000 نفر هم تا 1000 نفر، یعنی صدها نفر در واقع به خاطر این گرمای اروپا از بین رفتن. نمیدونم اگر اشتباه گفتم اصلاح بکنم. شما میدونستید زمینا با هم حرف میزنن؟ اگر نمیدونستید اینجا رو گوش کنید. میدونید زمینا صبح به صبح با هم حرف میزنن؟ این زمین با اون زمین همسایه صبح میشه اینا با هم حرف میزنن، احوال پرسی میکنن. بعد او از این سوال میکنه دیروز بر تو چه گذشت؟ بگو ببینم عبادت خدا شد یا معصیت خدا؟ او از او سوال میکنه تو بگو ببینم دیروز روی تو معصیت خدا کردن یا عبادت خدا کردن؟ زمینا شروع میکنن به هم دیگه جواب دادن. در پایان این شما و این ماجرای جدال این کوچولوی هموطن با یه سوسک. اون دو دستوری بوده. خب سوسک باشه مامان، سوسک میریم میکشیمش. الان دیگه رفته. کجا رفته؟ رفته تو همون سوراخو. خب رفته دیگه تو سوراخ، دیگه بیرون نمیاد که تو بترسی. چرا میاد؟ نمیاد دیگه بیرون. میاد. نه مامان دیگه بیرون نمیاد. میاد. خب حالا بیاد بیرون چیکار تو داره؟ خب میره تو پاچه. تو پاچه؟ نمیره مامان. میره. نمیره تو پاچت مامان جون. الان یه دنبایی ببنم بکشمش. بلدی؟ ها. خب ببر بکشش. باشه. میره کجا؟ منم اونجا بکشمش. میره کجا؟